خانما، آقایون، امروز میخوایم یه زرشک پلو خاص درست کنیم که انگشتاتون هم باش بخورید واقعا. با من همراه باشید. ابتدا یک پیاز متوسط رو خورد میکنین اینجوری، بعدش اونو میریزیم تو قابلمه و با روغن سرخش میکنیم. بعد بهش یکم زردچوبه اضافه میکنیم. زمانی که پیازها طلایی شد، مرغ‌ها را روی پیازها میگذاریم تا مرغ‌ها کمی با پیاز تفت داده شود. دو طرف مرغ را برگردانده تا تغییر رنگ دهد و پس از آن در گوشه ای از ظرف جایی برای رب گوجه فرنگی باز می‌کنید. 2 قاشق رب کافی است. رب را در ظرف ریخته و با روغن کمی تفت می‌دهیم تا بوی خامی آن برود. سه عدد گوجه فرنگی را رنده کرده و برای خوش عطر شدن به مرغ‌ها اضافه می‌کنیم. در این موقع
آب را برای پختن مرغ‌ها اضافه می‌کنیم. توجه داشته باشید آب تا بالای مرغ‌ها بیاید. در این زمان نمک و فلفل را اضافه می کنیم و صبر می کنیم تا آب درون مرغ جوش بیاید. پس از جوش آمدن آب شعله را کم کرده تا با حرارت ملایم پخت انجام شود. برای آماده کردن برنج، ابتدا آن را خیس کرده حدود 1 ساعت کافی است. سپس چند بار میشوییم و بر روی شعله میگذاریم تا جوش بیاید. به اندازه 1 بند انگشت آب کافی است. یک سیب زمینی را پوست کنده و به صورت چیپسی ورقه در این میان مقدار کمی آب لیمو را به مرغ‌ها اضافه می‌کنیم. پس از جوش آمدن برنج حدود 3 دقیقه صبر می کنیم و پس از آن برنج را آبکش می کنیم. کف ظرف برنج را با کره، روغن و زعفران پور کرده تا چرب شود. سپس سیب زمینی های ورقه شده را در کف ظرف میچینیم و برنج آبکش شده را بر روی آن میریزیم. سپس درب ظرف را گذاشته، حرارت را کم کرده تا برنج دم بکشد. سپس مقداری کره به ظرف مرغ‌ها اضافه می‌کنیم. پس از آن زرشک، خلال پسته، خلال بادام و پوست پرتقال را آماده می‌کنیم. در ظرف پوست پرتقال را آب اضافه کرده تا تلخی آن برود. چند بار آب را تخلیه می‌کنیم. همچنین شروع به شستن زرشک در می‌کنیم. این میان 1 عدد فلفل دلمه‌ای را خرد کرده و به مرغ‌ها اضافه می کنیم.
همچنین سبزی ها رو پاک کرده و پس از آن میشوییم. مایتابه را داغ کرده و ابتدا پوست پرتقال ها را مقداری تفت می دهیم. می توان مقداری کمی شکر به آن اضافه کرد. پس از آن پوست پرتقال ها را از مایتابه خارج کرده و از زرشک ها را اضافه می کنیم. حدود 3 دقیقه تفت می دهیم با حرارت بسیار ملایم. پس از آن حرارت را خاموش کرده و پس از سرد شدن پوست پرتقال تفت داده شده را اضافه می کنیم. پس از آماده شدن برنج بخشی از آن را با زرشک و پوست پرتقال، خلال پسته، خلال بادام و زرشک تفت داده شده و زعفران مخلوط می کنیم. به هیچ عنوان نباید در این حالت مخلوط حرارت ببیند. در آخر چند قطره گلاب به این مخلوط اضافه می کنیم. در این موقع با توجه به اینکه آب مرغ کم شده، مقداری زعفران به مرغ اضافه می کنیم. پس از آنکه آب مرغ به این اندازه رسید، سس مرغ آماده است و می توان در این حالت زرشک پلو با مرغ را سرو کرد. تبریز میگم، شما یکی از بهترین زرشک پلوها را پخته اید. این هم هنر شما، یک غذای اصیل ایرانی، نوش جان.